قانون اول. Planet is close to the sun, it will form a wide but short triangle. And when the planet قانون is far from the دوم. sun, it will form a thin but long triangle. The Earth is قانون سوم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما شما قبلا درباره استرونومی صحبت هایی داشتیم، نظریات دانشمندان را مطالعه کردیم. یکی از جمله از دانشمندای اون کپلر بود. کپلر 3 قانون در حرکت اجرام آسمانی دارد که هر کدامشان انشاءالله میخوانیم. قانون اولی کپلر این است که کپلر گفتند که مسیر حرکت سیارات به دور خورشید بیضوی است و خورشید در یک از دو محراق این بیضوی قرار دارد. کوپرنیک گفته بود که مسیر حرکت سیارات به دور خورشید دایروی هستند و لیکن کپلر برخلاف آن گفتند که مسیر حرکت سیارات به دور خورشید بیضوی است و خورشید در یک از دو محراق این بیضوی قرار دارد. اگر ما شما بیضوی را در نظر بگیریم که طول قطر اطول آن این عبارت از طول قطر اطول و این هم قطر کوچک یا اکثر است. این محراق اول و این هم محراق دوم اگر در نظر بگیریم، رابطه بین قطر بزرگ قطر کوچک و فاصله بین محراق ها عبارت از این هست که A مربع مساوی میشه B مربع جمع C مربع. یکی از خروج از مرکز یعنی مرکزیت گفته می شود که عبارت از C بر A می باشد. مثال در یک بیضوی قطر اطول 10 سانتی متر و قطر اکثر 6 سانتی متر است. فاصله بین محراق ها و خروج از مرکز بیضوی را چی کنید؟ دریافت کنید. ما شما از این رابطه بالایی استفاده می کنیم. می شود یک C پیدا کنیم یک هم E. برای دریافتن C می نویسیم که C مربع مساوی می شود به C مربع ما مساوی می شود A مربع منفی B مربع منفی B مربع. قیمت هاش اینجا می مانیم، یعنی A مربع چند می شود؟ 10 سانتی متر است، یعنی 100 سانتی متر مربع 100 سانتی متر مربع. منهای منفی B قطر کوچک 6 سانتی متر 6 مربع 36 می شود، نه 36 سانتی متر مربع 36 سانتی متر مربع. یا هم C مربع ما مساوی می شود به 100 منفی 36 64 سانتی متر مربع. از هر دو طرف با جذر بگیریم تا C پیدا شود که جذر اگر بگیریم C ما مساوی می شود به 8 سانتی متر. خب C که پیدا شد این هم می شود پیدا کنیم، یعنی می شود بنویسیم که این مساوی میشه به چی؟ C بر A C تقسیم A یا این مساوی می شود به C چقدر بود؟ C پیدا شد 8 سانتی متر تقسیم A هم در سوال داده بود 10 سانتی متر یا این مساوی می شود به چند؟ 0.8 سانتی متر با سانتی متر رفتن. یا هم میبینیم C مساوی 8 سانتی متر و این هم عبارت از 0.8 شد. قانون دوم کپلر. قانون دوم کپلر بیان میکند که خط واصل بین خورشید و سیارات در زمانهای مساوی مساحتهای مساوی را میپیماید. یا با بیان دیگر میتونم بگوییم زمانی که سیاره با خورشید نزدیکتر است نسبت به زمانی که از خورشید دورتر است با سرعت بیشتری حرکت میکند. یا هم سیاره در اوج خورشیدی کمتر از حضیض خورشیدی
اوج خورشیدی یعنی زمانی که سیاره و خورشید از هم دیگر دور واقع می باشد و حضیض خورشیدی وقتی که سیاره به آفتاب نزدیک می باشد. گرچه سرعت متوسط زمین به دور خورشید تقریبا 30 کیلومتر است، ولیکن باز هم در حضیض خورشیدی سرعت افزایش پیدا می کند و در اوج خورشیدی کاهش پیدا می کند. در این شکل ما شما می بینیم این نقطه عبارت از حضیض خورشیدی هست. درست. حضیض خورشیدی و این هم اوج خورشیدی است. اوج خورشیدی چون در اینجا در دورترین نقطه واقع می باشد و در اونجا هم سیاره با آفتاب نزدیک هستند. در اینجا سرعتش بزرگتر از 30 کیلومتر است. سرعتش بزرگتر از 30 کیلومتر پر سکند است و در اینجا وی که هستند سرعت سیاره ای باید کوچکتر از چی باشد؟ 30 کیلومتر باشد. در اینجا کوچکتر از 30 کیلومتر است. چون در حضیض خورشیدی سرعتش بزرگتر میشه و در اوج خورشیدی سرعتش کوچکتر، یعنی سرعت متوسطش 30 کیلومتر پر سکند است، ولیکن در اوج خورشیدی کوچک است از 30 کیلومتر و در حضیض خورشیدی 30 کیلومتر هم چی هستند؟ بزرگتر می باشد. این قانون دوم کپلر هستند. قانون سوم کپلر. قانون سوم کپلر بیان می دارد که دوره حرکت سیاره به دور خورشید با فاصله سیاره تا خورشید تناسب دارد، یا به عبارت دیگر مکعب فاصله متوسط هر سیاره تا خورشید با مربع زمان یک دوره کامل گردش سیاره تناسب دارد. پریود مربع این سیاره متناسب است با فاصله متوسط سیاره و خورشید. اگر این تناسب بودن را به مساوات تبدیل کنیم به این شکل برای دو سیاره می شود بنویسیم که مربع سیاره A بر مربع سیاره B مساوی می شود فاصله مکعب متوسط سیاره A بر فاصله مکعب متوسط سیاره B. این فرمول یا این قانون توسط نیوتن تصحیح شدن به این شکل در آورده شده است. فقط در طرف چپ آن کتله های آفتاب و کتله سیاره هم در حالت جمع در یک نسبت ضرب شده است که ms جمع ma بر ms جمع mb به این شکل در طرف چپ معادلات ضرب شده و به مسیر مریخ 687 روز از فاصله متوسط مریخ از خورشید حساب کنید. برای حل نمودن این سوال از رابطه بالایی استفاده میکنیم. قیمت ها را داریم و تناسب وضع میکنیم. سیاره بی زمین در نظر میگیریم و سیاره ای هم مریخ. میشود فاصله متوسط خورشید را از مریخ چی کنیم؟ پیدا کنیم. یعنی ام مکعب ای بر فاصله متوسط خورشید و زمین 150 میلیون کیلومتر است. 150 ضرب 10⁻6 کل مکعب اینو مساوی میشه با پی مربع ای، یعنی زمان تناوب سیاره مریخ که 687 شبانه روز است مربع. واحداتش ننوشتم چون فقط کیلومتر میمونه. مربع تقسیم پی مربع بی یعنی زمان تناوب زمین 365 شبانه روز مربع. میشود به این شکل هم بنویسیم که ام مکعب ای دیگه مربع کنید، ضرب کنید، طرفین وسطین کنید، بالاخره ام مکعب ای اینو مساوی میشود به
150 ضرب در به توان 6 کل مکعب ضرب همین حاصل تقسیم 687 تقسیم 365 میشه ضرب 1.89 کل مربع یا می شود از هر دو طرف با جذر بگیریم او را مربع میکنیم از هر دو طرف جذر میگیریم این محاسبه کنید ساده کنید این مکعب مساوی می شود و 230 تقریبا 220 9 چند میشه خود 230 میگیریم 230 ضرب ده به توان 6 چی کیلومتر نوشتن ده ماس خیلی سخت است ببخشید بد خدا کنه فهمیده شده باشید این اونجا تقریبا 2.3 ضرب 8 کیلو